کفشناس سرشناس اروپایی ژوزف رونالد خطها و نقش‌های کف دست آدولف هیتلر را بررسی کرد و با دیدن یک ستاره در زیر انگشت نشانه هیتلر نظر داد که آینده شوم و بدی در انتظار هیتلر است. ژوزف رونالد به هیتلر هشدار داد که بهتر است از قدرت کناره‌گیری کند و راه دیگری برای زندگی خود برگزیند تا دچار آینده شوم و تلخ نشود. ولی آدولف هیتلر که در آن زمان صدراعظم آلمان و در اوج قدرت بود، به این نظر کفشناس و سرشناس پوزخند زد و در سال 1939 برای دست یافتن بر همه جهان جنگی خونین و مصیبت‌بار را بر دنیا تحمیل کرد که 6 سال طول کشید و میلیون‌ها انسان را نابود کرد و سرانجام در این جنگ هیتلر و یارانش چنان شکست خوردند که ناچار دست به خودکشی زدند. اگر هیتلر در سال 1933 به هشدار کفشناس نامبرده توجه کرده بود و صدای زنگ خطر را شنیده بود، شاید با احتیاط و دوراندیشی در این باره دچار آن آینده شوم و ناگوار نمی‌شد. از سده 18 میلادی که ادوارد هانری، چهره برجسته پلیس جنایی انگلستان، پی برد که هر فرد انسانی دارای نقش انگشت ویژه خود است و خط و نقش انگشت‌های انسان‌ها با هم فرق دارد، از آن زمان